شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه سینو با عریضه زن 49 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 31 اکتبر سال 2021 تخمینا ساعت 9:20 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی وارد تاخانه منزل استقامتی شده از آنجا 2 عدد قولین را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 25,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 27 ساله ساکن جماعت دیهات عینی نویه ورزاب با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه مشا مکتوب رهبریت شرکت قدرت 2010 وارد گردیده است که 3 نوامبر سال 2021 از خرمنهای حدود نویه مذکور شخصان نامعلوم با راه پنهانی به مقدار عمومی 48 تن انگشت را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 27,840 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا 6 نفر مردان از 25 تا 34 ساله ساکنان جماعت دیهات تاجیک نویه کوهستان مشا همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 25 ساله ساکن جماعت دیهات شریف و شهر کانه بادام که پیش با ماده های 252 و 244 و 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با گمان غیر قانونی هی کرده بردن اتومبیل یا دیگر واسطه های نقلیات بدون مقصد تصرف دستگیر کرده شد. نامبرده 10 نوامبر سال 2021 از محله جوانی شهر مذکور افت تمغه دیو سیلو که به مرد 48 ساله ساکن امین نوع تعلق دارد غیر قانونی ای کرده برده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 252 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین نامبرده با همین راه 9 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 13:30 دقیقه از نزد یکی از بناهای محلی جوانی شهر کانه بادام اتومبیل تمغه دیو سیلو که به مرد 26 ساله ساکن جماعت دیوت پلدان تعلق دارد غیر قانونی ای کرده برده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 252 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.